قالین ما باید با پا استاد کنیم، چون نه تنها بزرگترین سهم خواهر و برادرای ترکمن ما داره و از خواهر ما ابراز امتنان میکنیم. اما تعهدم برتان است که در هر بخش که میگن به اساس کفایت، به اساس شایستگی نفرا مشارکتشان تامین میشه. مشارکت ذکر کنین، عین فرمولی را که امرای اعصاب گرفتیم، عین فرمول امرایتان قبول میکنیم و قول محکم، قول ترکمنی. چون یک چیز امرای اشرف غنی میفهمید، ما آدم دروغ نیست. پرسان کنین دی 12 سال و پیش از اون اگر در BBC و اینا صدای من میشنیدین، ما بر از این ملت دروغ نگفتیم، شروع نمیکنیم که حال امرایتان دروغ. مشارکت سرتاسریتان هم میخوایم. مشارکت سرتاسریتان از چی خاطر میخوایم؟ از خاطر از این که از جمله محرومترین اقوام افغانستان است، از زحمتکشترین اما از محرومترین مردم افغانستان است. زحمتتان در مالداری، زحمتتان در قالین بافی، زحمتتان در زراعت، زحمتتان در تجارت، کلش بجای است، اما سهم سیاسیتان نهایت کم است. تعهد ما است که ما سهم سیاسیتان بجای میارم، وسط کابینه، وسط ولایت، وسط نمایندگی خارجی، در دوایر امنیتی ما تعهد محکم میکنم امرایتان که در تمام از جای مشارکتتان داریم. ما کمپین کرده بودیم، هر جای رفته بودیم، رای داده بودیم. آقای دکتر صاحب اشرف غنی هم از زبان خودش گفته بود ما پنجمی چهارمی مردم قوم ترکمن است. این حال ما مردم چی شده؟ در کجا رفته؟ ای دکتر اشرف غنی امازی تو کجا رفتی؟